عظم الدین از جامعه جهانی و اشغالگران امریکایی که خود را علمدار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن در جهان می داند شکومند است و از کشتار و زخمی شدن خانم‌های یاد می کند که این اشغالگران بالای زن و مرد در این ولسوالی روا داشته و زخم ناسوری که در این ولسوالی بجا مانده و فراموش نمی شود صحبت می کند. در این قریه ما تقریبا کم و زیاد دیگه از 100 تا 120 نفر کسش زخمی کش به شهادت رسید که در اون جمله از خانه بلالشون تقریبا 5 نفر. زن نورالدین اینجا به شهادت رسید. من اینجا در دن مکتب بچک شمال به شهادت رسید. زن قاضیدور به شهادت رسید. زن مبین به شهادت رسید. دختر امرالدین سونه امرالدین به شهادت رسید. عبای تنده به شهادت رسید. در یک جای او که متضرر زخمی و او به حساب درست نیست، این شد حقوق بشر، این شد حقوق زن.